که درجه داره فقط عروسی دخترش باشه. استاد ملکه، ما پشت مادرم ایلف و بیادرم زیاد دق شدیم. بدون دیدن اونا چه قسم استانبول برم. زهرا جان، اول تو را نجات بدیم. برات وعده میتم که مادر و خواهرتو میارم، درست است؟ مادرم شاید بسیار گریه کرده باشه. میخوایم اشکایش بکنم. میخوایم بگویم مادر جگر خود نباش، گریه نکن، من زنده هستم، برای چیزی نشده. میفهمم جانم، میفهمم، اما کل ما مجبور هستیم که اینجا پنهان باشیم. این همه به خیر مگذره، تمامش فراموش میکنی. بر فعلا مجبور هستیم، درست است؟ محترم است. هر وقت خواسته باشین رفتن میتونیم. درست است. استاد ملکه، من بسیار بوی سرکه میتم، یعنی که بسیار بوی بد. ширкати софсавдо доруҳоеро пешниҳод мекунад ки барои бемориҳои дарунӣ ва берунии инсон даво бахшанд. аз қабили фишорбаландӣ, гаймарид, бемориҳои меъда, рӯда, гурда, ҷигар, узвҳои ҳозима, дарди гулӯ, роҳи нафас ва ғайра. инчунин агар шумо бемориҳои пӯст доред ба монанди псориаз, сафедшавии пӯст, доғҳои сиёҳ, пас доруҳои софсавдо ба шумо кӯмак мерасонанд. ғайр аз ин, агар шумо мушкилоти урологию гинекологӣ дошта бошед, пас ба ширкати софсавдо муроҷиат намоед ва инчунин машварати тиббӣ бигиред. ҳамчунон барои зиёд кардани риш ва мӯи сар, ба қувват кардани мардонагӣ, доруҳоеро бо намуди капсула ва равғане ки ба сатҳо дард даво дорад пешниҳод менамоянд. барои фарбеҳ ё хароб шудан доруҳои БЦА, протеин ва генерҳои софсавдо айни муддаоянд. бурда расондан ба ҳама шаҳрҳои Русия дар муддати 3-5 соат. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. саҳифаи мо дар TikTok sofsavdo.tjk. агар аз номи нурангез филм муроҷиат намоед, ба шумо тахфиф карда мешавад. مادر، کسی خود شما را ندید؟ نه دخترم، هیچ کسی را ندیدم. خاطر جمع باشه. استاد ابراهیم زنگ زد. بله استاد، میشنوم. زهرا دخترم چطور است آزاد؟ خوب است استاد، خدا را شکر. خدا را شکر.
آزاد، امروز یک اتفاق خوب افتاد. راستش یک دوست سابقه ما دیدم که قرار است امشب به استانبول بره. شاید تا فردا اگه صبر کنین خطرساز شود. اگه امشب حرکت کنین خوب میشه بچه. نظر بسیار خوب است. یک قسم بهتر میشه. خداوند ازتون راضی باشه. امرای دوستم گپ زده به شما خبر میتون. متوجهتان باشین بچه. زنده باشی استاد. خوب زهرا، فکر کنم سفر استانبول ما امشب شروع میشه. اما تو خنده کنین ببینم تا چی وقت خنده خواهد کنی. مادر کنم اگه امشب حرکت کنیم مطمئناً به نفع ما هست. اما شاید زهرا تحمل مسافرت نداشته باشه چون هنوز خوب نشده. دخترم تشویش نکن. زهرا نام خدا بسیار یک دختر قوی و شجاع است. دزین اگر جانش در خطر باشه من اجازه مسافرت رو براتون میتونم ملکه. پس امشب ما زهرا را گرفته به خیر زود حرکت میکنم. خب بعد از یه دیدار ما در استانبول خواهد بود. انشالله. زهرا جان بسیار قوی باش، درست است؟ گوش کنی امیدت از دست ندی. این بار موفق میشیم. درست است استاد. حالا دیگه ما که اگه عجله نکنیم باز امشب رفتن نمیتونیم. بله نوجین مادر. آزاد؟ بفرمایید مادر، کلام میشنوم. ما باید امرایت گپ بزنم. درست است، ما به قصر میایم نوجین مادر. زود بیا بچه، ما منتظرت هستم. مرجان خاله ایره با مادرم بدین، درست است؟ از ما یک خاطره باشه. حتما چیزی را فراموش کردن که پس آمدم. از پیشرون پس شو. پس اینجا برو گفتم پس شو دیوانه. بشکستی چطور؟ تو هیچ نمیموری. حرکت کن. کجا میری؟ بیا که بره. ایلش کن، قرار نکن. کمشا بیا.
دختر به عقل کجا فرار میکنی؟ برو. ساعتم نیست آزاد. مادر پیش شما نه خیر دخترم. توبه توبه، حتما در اونجا از پیشم افتیده. آی دیگه اونجا رفتم نمیتونم. آزاد امکان داره که دوباره اونجا بریم و ساته بگیریم؟ وقت ما به گرفتن زهرا رفتم او را میگیرم. باز تو داستانبول ساعت از پیش زهرا بگی، درست است؟ پس درست است. حرکت کن. را برو. دختر احمق، را برو. تو خود مرده بودی. بس چی شد؟ با همراهت کار دارم. را برو. سوار شو. سوار شو. فاطمه نیکه زهرا کدام خبری شده جانم؟ گلسوم تحمل کو جانم، امید تا دست ندی. ما لوازم زهرا را آوردم. دخترم زهرای تو کجاستی دختر مقبولم؟ وقت به زمین میفتادی 100 بار میمردم. مادرت چطور تنها ماندی؟ مادرت از تو مراقبت کده نتونست، بالاخره نصیب خاک شدی دختر مقبولم. حالا ما باید قدر در چی خود کدم یک دانم. آرام باشین مادر، آرام باشین. گلسوم لطفا خدا زیاد آزار ندی. بیبی یک دختر دیگه هم داری، در مورد او فکر کو. اشکایت پاک جانم، گریه نکو، آرام باش. زهرای دخترم میخواست در مکتب درس بخونه و داینده استاد شود تا به کلگی خدمت کنه. اونا از دختر بیچاره من چی میخواستن؟ لعنت به او رسم رواجشان، لعنت به اونا خواهر. آرام باش خواهرم، گریه نکو، گریه نکو گلسوم، گریه نکو. آره دیگه آرام باش گلسوم جان، آرام باش. گوش کو چی میگم دختر، اگه میخوایی کسی را چیز نشه باز همی که به قصر رسیدیم گپایی را که گفتم میگی. فهمیده شد؟ نشنیدی؟ درست است. آفرین.
جواب بدین. وقت من در شفاخانه بستر بودم، شما با کدام صلاحیت و جرأت تصمیم گرفتین که زهرا را از بین ببرین؟ خانم و شوهر دسته یکی کده به ما دروغ گفتین؟ نه خیر مادر، ما فقط میخواستیم بیبی هدیه، قسم گپ نزن که از امرم اطاعت میکنی و اونا را تطبیق میکنی. خب مادر، سر شما عمل قلبی آمده بود، از این خاطر چیز نگفتیم. درباره خوبی شما فکر کرده کار بده کردیم؟ ما هنوز زنده هستم قدیم. وقتی که من به همیشه زیر خاک دفن شدم، باز همون وقت تو خود خان خطاب کو و دستور بدی. خدا دور داشته باشه مادر، این چه قسم گپ است؟ اگه علی نمی گفت هیچ وقت خبر نمی شدم. قهرمانم بیا در پهلویم بیشی بیا. بگوی نوجین مادر. من خو همیشه براتان میگم، اما شما کجا انجام میدین؟ مادر قسم نگوی. بیبی آزاد، کل چیز بسیار گد و ود است. راست میگه. بله کاملا راست میگم. میخوایم بعد از این همیشه تو از کل چیز مواظبت کنی. مادر گپایتان بر روی چشمایم، اما لطفا یک دو روز به ما وقت بدین. به خاطر چی؟ با استانبول میریم. 2 روز بعد برمیگردیم، تشویش نکنیم. بچم استانبول چی کار داری که اونجا میری؟ یک کاری است که باید انجام بدیم. بر صورت با ما اجازه بدین، من رفته آماده میشم. معلوم نیست که باز میخوای چی کنی. شما امروز کجا بودین؟ با هیچ کدامتان گپ زده نتانستم. نمیفهم باز پشت چی کار هستین؟ مادر و دختر کمی با هم درد دل کده. کدام مشکلی پیش آمده سمی؟ امروز مدیر مکتبم نتانسته امراید به تماس شوه. 2 دفعه به خانه زنگ زد، از این خاطر ازت پرسیدم. چارچ موبایلم خلاص شده بود پدر. بیازو به خاطر کارهای تبدیلیم خودم به مکتب میرم و با مدیرم گپ میزنم. آزاد بچم برم راست بگو، این موضوع استانبول دفتن از کجا شد؟ مادر قبلا خود گفتم یک کار است باید تو را انجام بدم. چه قسم کار؟ آزاد کار نکن که نوجین مادر قهر بسازی، درست است؟ مادر کار اشتباهی نمیکنم، تشویش نکن. قدیم بفرمایید مادر جان. همیال رفته یک قبر آماده کنید. عروس کوچک حداقل یک سنگ قبر خود داشته باشه. شاید بعض وقتا سر خاکش بریم.
نه بشین بشین. زهرا کجاست مرجان؟ او را دوران با خود گرفته برد. خدایا خواهش میکنم با او طفل معصوم کمک کن لطفا. تو ما را آماز جانم درست است. نجاتش دادن نتونستم. مانع شدن نتونستم. در یک کلبه در کنار دریا بود پیداش کردم. مادر ای چه تو امکان داره؟ مادر کلام، شما گفته بودین از کشتنش منصرف شدین نه؟ من بسیار جگرخون شدم. قلبم ناراحت بود. یک امید پیدا شده طرف دریا دویدم. اطراف دریا را پالیدم اما پیداش نتونستم. باز در اونجا یک کلبه را دیدم. گفتم کسی که در او کلبه باشه اطراف دریا را بلد است. وقتی داخل رفتم دیدم که همه تو ترسیده در اونجا استاد است. مام گرفته آوردمش. ای راست میگه؟ بله، به خاطر که میترسیدم شما مرا نکشه. آمده نتونستم. مادر جان خیریت باشه آزاد. تو میخوایی جای بری؟ بله آزاد. دوران زهرا را پالیده پیدا کرده. میفهمم. اینجاست. تو آرام باش. درست است، من همیال اونجا میایم. بیبی گوش کنی، قسم یک کار نکنی. اینجا بدون ای که جنجال جور کنی کار کردن نمیتونی. درست است، تو آرام باش، من میایم. خداحافظ. زهرا جان از دیدنت بسیار خوش شدم. هنوز زنده هستی، خدا را شکر. ما دگم میرم. آزاد، همو زهرایی که به خاطر مرگش کم بود کل جای آتش بزنی حال برگشته. در حاله که کل ما فکر میکردیم مرده. حال در این وضعیت میخوایی کجا بری؟ شما رسم و رواج از زیر پا کردن منصرف شده نوجین مادر. و در اینجا کسی سر گپتان گپ زدن نمیتونه. خب زهران بعد از این در امن است. فرمان، میفهمی زهرا نمرده او زنده است. چه قسم؟ دجله همیال برم پیام داد، گفت که زهرا نمرده، فعلا در قصر است. زهرا دخترم. توبه. زود قدیم خان جواب بده. زود شد دیگه. تا صبح خونه میتونم که منتظرت باشم. میبخشین عمر صاحب جواب نداد. یک شماره دگام است، میشه که بابام زنگ بزنم؟ درست است. زود باش زنگ بزن. زنده باشین. خداوند ازتان راضی باشه. رخ کرد.
بله آقا سمه من راشد هستم. چیه پس؟ راستش چه قسم بگویم؟ من در نظارت خانه هستم آقا سمه. درست است، منتظر باش میایم. میایم. خوب است. دخترم مادر صبر کنین، منتظر ما باشه. الیف بدم. مادر جانتا برات بخشیدم، اما لکی بدنامی که به خاندان ما زدی، اما تو باقی ماندگار است. اگه بار دیگه کوچکترین اشتباه از دیدم باز هرگز نمیبخشمت، گفته باشم. اگه تو به خاطر که نمیخواستی عروس باشی فرار کردی، باز به مثل یک عروس نه بلکه قسمی که مستحق استی زندگی خود کردی. زمرد هدیه عروس کوچک بعد از این حتی یک لحظه پایش از قصر بیرون مانده نمیتونه، امرای هیچ کس دیده نمیتونه، فقط دمو اتاق میباشه. اگه گپایم تطبیق نشد باز حسابش از تک تک شما میپرسم، گفته باشم. یا که بره. از اینجا تکان نخوره. زهرا دخترم، مادر زهرا نوجین مادر، فقط یک بار میبینمش. خواهش میکنم نوجین مادر اجازه بده، براتان حضور میکنم. زهرایم زنده است، پایتان میبوسم. بانن که فقط یک بار ببینمش، خواهش میکنم حضور میکنم. زهرا زنده است، اما شما فکر کنین که او مرده. بعد از این همراه هیچ کس ندیده میتونه و نه گپ زده میتونه. مادرم او را بخشید، همی که بفهمی نفس میکشه کافی است. فرمان مادرت از اینجا ببر. حالا بخیزن مادر، باید بریم. بخیزن مادر، بریم مادر، بریم. خواهر الیف، حالا بریم. فاطمه برش دوا بتین، باز مریض شده مورد جنجال دکتر شفاخانه نندازه که هیچ حوصله‌ایش ندارم. خودش دولیده نمیارزه باز مصارفش رو ببی بلای جان. زنده است فرمان، زهرایم زنده است. خدا را 1000 بار شکر که زنده است. درست است مادر جان، مادر مقبولم. زیاد ناراحت شدین، لطفاً آرام باشین. حالا مادر بیاین که از اینجا بریم. خانه بریم مادر قندم، بریم. مرا ببخش زهرا. حالا مادر بیاین. زود چی الیف جان؟ دخترم خوب هستی؟ پشت مادرم زیاد دق شدیم خاله فاطمه. اینجا بیا، چند دقیقه استراحت کو، بسیار خسته معلوم میشی. ببین دواتم اینجاست. نترس دخترم، نترس. او روزها دیگه گذشت. ببین نوجین مادرم تو را بخشید. تو کوشش کو که خوب شوی. حالا خونه اما وقتش که رسید نوجین مادرم تو را میبخشه زهرا جان. در ضمن وقت اجازه میده که مادرت ببینی. جدی بگین؟ اگه تو را جگر خون نسازی البته که اجازه میده.
وعده میکنم که او را ناراحت نمیسازم خاله فاطمه. زهرا چطور است؟ دوران را چطور پیدا کردم؟ کدام بلای خود سر زهرا نآوردن نه؟ اوف، اگه دوران بخواید دوباره او را از بین ببره چی؟ سوالایت خلاص شد. برام اجازه خوبته که جوابتم. ما آرام بودن نمیتونم آزاد، هیچ آرام بودن نمیتونم. زهرا دوباره مجبور است که در بین او جلادا زندگی کنه. چطور پیداش کردن؟ به احتمال زیاد تو احمق خاله جانان تعقیب کنه، چون دیگر راه نداره. بیبی دوران به کسی گفتن نمیتونه که ما او را فرار دادیم، چون که وضعیت به علیه خودش استفاده کنه، یعنی ما را افشا ساخته نمیتونه. بان که افشا بسازه، فقط که من در قصیش هستم. من به قصر میرم. ملکه تو را آرام بسازم یا به این مشکل یک راه حل پیدا کنم؟ درست است، حق به جانب استی مزرت میخوایم، اما صبرم دیگه تمام شده، اعصابم کاملا خراب است. فعلا نمیفهم که نوجین مادر چی تصمیم گرفتن. ترسیدم که نیایی از او خاطر عاجل از خانه بیرون شدم. یه حرکات عجولانه تو ما را به خطر مواجه میسازه. لطفاً یاد بگیر که به ما اعتماد کنی. با تنهایی انجام دادن نمیتونی. کی است؟ مدیر مکتب ما. جواب نمیتی؟ من در این وضعیت چطور مکتب برم؟ بیبی بازم همو کارا میکنی. بله مدیر صاحب. استاد ملکه از صبح تا حال چند بار براتون زنگ زدم، باید هرچی عاجل به مکتب بیایی. درست است مدیر صاحب، چند دقیقه بعد میایم. درست شد؟ درست شد. حالا بیا با مکتب میرسونمت. بره زیاد عصبانی نشو، همراه مدیر بیبی. هر وقت کار را انجام دادی عجولانه انجام نده. وعده کو که در حالت آرام میباشی. ها فقط آرام باش. وعده نمیکنم اما کوشش میکنم. خوب دیگه بیا که بریم. حالا خود دیدین، ما براتان گفته بودم که سالانوال صاحب خیش ماست. نگفته بودم، گفته بودم این خودش آمد. خوش آمدین سالانوال صاحب. قدر خوب پیشتان، قدر دارم اما نیست. نمیمانین که من اینجا باشم. با تو آدم بیشرف فکر کردم تو آدم هستی، اما اشتباه کرده بودم. بزرگترین راز زندگی ما با تو امانت ماندم. اما سالانوال صاحب ما چو باش، با این گم زدنت نفرتم دوچند میشه. دتا اینقدر سالا مرا فریب دادی، فقط اینقدر پول کم زهرا را به مثل دخترت پرورش دادی. اما قسمی که شما فکر میکنین اون نیست. من قسم میکنم شما گوش کنین. او وقت که دختر به ما دادین با چند خانه بردم، هیچ کس او را قبول نکرد. خب چه میکردم؟ رفته او را به دریا انداختم. ما او را مثل دخترم بزرگ کردم، از دختر خود فرقش نکردم، یعنی کار خراب انجام دادم. شما بگوین. دهنت بسته کو، کار خوب انجام دادی. بخیزم در جانت. مامور صاحب هیرا میاله به زندان بندازین. تو باید تمام عمرت هم اینجا سپری کنی، انسان بی‌وجدان.
فرمان سوچو بگو زهرا واقعا زنده است؟ بله شکر زنده است. اگه زنده است پس چرا یک قسم خفه هستین؟ در قصر زندانی ساختنش هیچ کس دیده نمیتونه. خیر است خدا را شکر که حداقل زنده خواه است. اگه با بودن در اونجا زندگی میگن بله میتونم بگویم که او زنده است. بیبی چی میگم؟ دخترم زهرا در اونجا هر وضعیت را که سپری میکنه تو هم اینجا باید همون وضعیت داشته باشی. منظورتان از گپ چی است؟ برفین خانم بدون اعتراض کردن گپ ما گوش میکنی بعد از این میفهمم من چی کنم. حالا فهمیدی؟ تو را به خاطر هر ثانیه و هر دقیقه اینجا هستی پشیمان میسازم تا وقتی قسم رفتار میکنم که رفته گم شوی یا خودکشی کنی. بیبی که در چی وضعیت افتادیم؟ مادرم سر ما مثل اطفال غالمغال کرد. او بیچاره حق به جانب است به خاطر که برش دروغ گفتیم. خب خیر باشه با دورانم میگم بعد از این کار نکنیم که مادرم ما جگر خون بسازیم ها؟ بفرمایین. چرا زهرا قهوه را ناورد ها؟ او بیچاره مریض از خانم هدیه بدون وقت مصرف کده میره گفتم چند دقیقه استراحت کنه. دیگه به او روی نتی فاطمه از وقتی که پای خود در این خانواده بسیار نازدانه شده بعد از هیچ کس به اشک چشم او دل نسوزانه و برش ترحم نکنه. بله مادر. ملکه با تشویش شدم جانم. چرا تو را به مکتب خواستن دختره؟ نمیفهمم مادر جان. مام همیال آمدم حالا خبر خواد شدم. خب پس تو حاله چرا اونجا نرفتی دختره؟ صدایتم یک قسم است. چی شده؟ اتفاقی افتیده؟ زهرا دوران زهرا را پیدا کرده به قصر بردش. بفرمایید. روز بخیر. استاد ملکه اینا جناب مفتش هستن آقا احسان. از دیدنتان بسیار خوش شدم. همچنان خانم ملکه خبر شدیم که یک مدت در مکتب غیر حاضری داشتیم. درست شنیدین آقا احسان مجبور بودم از خاطر که یکی از شاگردای خرد مرا از مکتب برده به زور عروسی کردن. باز من فکر کردم که باید در این موضوع مداخله کنم. یعنی شما ترجیح دادین به خاطر یک شاگرد حق متباقی شاگردای مکتب تلف بسازین؟ نه خیر نتونستم در مقابل این موضوع به تفاوت باشم. استاد که تمام کارایش به دولت وابسته است اجازه نداره این قسم سر دل خود کار کنه. ملکه خانم ما از شما توقع قهرمانی نه بلکه تدریس عالی را داریم. ما باید به خاطر این کارتان گزارشی آماده کرده و به مقامات بلند رتبه روان کنم. یک مدت شما تحت نظارت قرار خواهد داشت. اما متاسف هستم اما باور کنین مجبور هستین این کار انجام بدین. در این مدت حق تدریس ندارین تا وقتی که حکمتان صادر نشه وضعیت به همین شکل ادامه پیدا میکنه. اگه هر چیز زودتر به خاطر دفاع از خود آماده شوین خوب میشه. باید براتون بگویم شاگردای شما به صورت موقت به یک استاد دیگه سپرده میشه. آدم به عقل باز با جایی که کم بشر باز من کمک میخوایم. هر چیز زودتر از اینجا بریم از شهر از اینا خلاص شویم خوب است.
اونا زهرا رو بالاخره پیدا کردن و بیچاره رو به قصر بردن. یعنی که اون نمرده تا حال زنده است ها؟ بله، اما دوباره در چنگ او آدمای ظالم افتید دختر بیچاره. جانم چی فرق میکنه؟ بالاخره زنده خواست باید خوش باشی. بیبی جانم اوش کنی که ملک از این گپ خبر نشه. اگر از آمدن همراه ما با استانبول منصرف میشه باز بهانه میکنه. خودش به من خبر داد، یعنی که میفهمه. خداوند جزای شبته اگه دوباره از رفتن منصرف نشه. تو هر قدر که این کار کنی و بخوایی که از این گپ فرار کنی نمیشه، به خاطری که بازم زهرا نواسی ماست. تو نمیتونی با نادیده گرفتنی او دختر گناه خدا بپوشانی. سمه تنها گناه من جانان، گناه ما بگو. او طفل سالهای پیش مثل ما تو هم ترک رفته بودی، باز حال او برات مهم شده و گریه میکنی و از من حساب میپرسی. باور کن از عذاب وجدان زیاد خواهد مردم. تو چه قسم قلب داری که ناراحت نمیشی؟ میفهمی تو هیچ رحم نداری. بس کن دیگه جانان. اگه میخوای از عذاب وجدان نجات بیافی باز رفته کل چیزا با دخترت بگو. هر کاری که کدی براش اعتراف کن، اما فراموش نکن تو هم به اندازه ما گناهکار هستی. من دیگه این بار هم کدن نمیتونم. تو هیچ نمیفهمی که تحمل این بار سرت چقدر سنگینی میکنه. مادر؟ ملکه چرا تحمل کردن نمیتونین؟ چی سرتان سنگینی میکنه؟ زندگی کردن با این قدر مشکلات و دردها که تو میکشی بسیار مشکل است. مادرت گفت که زهرا را پیدا کرده و دوباره به قصر انتقال دادن. بله. تمام اینا رو شنیده زیاد به تشویش شده که تو دیگه به استانبول بر نمیگردی و منصرف میشی. اینجا هم وضعیت روی تو هم از مادرت بسیار خراب خواهد شد دخترم. تشویش نکنین پدر جان، ما همراهتان به استانبول میرم. شما حق به جانب بودین. ما در اینجا به هیچ کس فایده رسانده نمیتونم. زهرا را نجات داده نتونستم، حتی کم بود به خاطر محض بین بره. برش کار کرده نتونستم. در اینجا هیچ کس به من نیاز نداره. پس خوب میشه که همراهتان برم. چی شد آزاد؟ تسلی دادن و استاد وقت زیاده گرفت چطور؟ آیا گپ بگو، وقتی خبر شنید چی گفت میخوایم بفهمم. تو چی میخوایی کنی بگو دوران. چرا؟ اینه که بازم میخوایی مرالت کنی. تو هر کارت به خاطر یک مقصد است، اما تو نیست؟ تو چه وقت درست گپ زدن یاد میگیری؟ من خو نفهمیدم. اول خواستی که او دختر از بین ببری، بعدن پشتش رفتی او را آوردی. چی بد است آمد ها؟ واضح بگو که چی بد است آمد. ما فقط کار که لازم بود انجام دادم. شکر که تو را افشا نساختم. اگر یه بار دیگه حتی پایت اینجا مانده نمیتونستی. مادر جان لطفاً گفتم نه خیر نمیشه دخترم، بس از دیگه. مادر جان لطفاً. دختر چی میگه زمرد؟ چی مشکل دارم؟ به خاطر که فردا سالگیریش است، میگم سنفی خدا در خانه دعوت میکنم. فقط که اوضاع خانه خوب باشه. خدا خسته نسازی. نوجین مادر اجازه نمیته. بگو این که من چی را اجازه نمیتم اولادا؟ بفرمایین مادر. مادر کلان فردا سالگیریم است، میخوایم که دوستای ما به خانه دعوت کنم و تجلیل کنم. وقتی که توی خواهش داری دخترکم، پس کلشانه دعوت کده میتونی. شما بسیار خوب هستین، قربانتان شما مادر کلان. تشکر مادر جان.
زهرا با علیام یک گلاس چای ببر. شیرینی هم برش آماده که تا امروی چای بخوره. زود شده که عجله کن. با شما یک گفتنی مهم دارم. تو با خانواده ما خیانت کردی، با گپ هیچ کس گوش ندادی. دورایی که ما قدم ماندیم تو بازگشتی. میفهم اگر یک راهیان باشه که به طرف روشنی بره نه به طرف تاریکی، ما امور را انتخاب میکنم. باید بفهمی که حتی اگر رسم و رواج ما به کشتن یک طفل امر کرده باشه، ما هرگز از یک رسم و رواج پیروی نمیکنم. خدایا دخترم زهرا را برم دوباره بخشیدی، هزارها بار شکرگزارت هستم. از تمام بدی‌ها و گناه‌ها به تو پناه میبرم. خدایا هر کسی که به دخترم نیت بد داره نابود بسازش. آمین. مادر، پدرم از میخواه همراهتان گپ بزنه. نمیخوایم با او گپ بزنم. تو بگو مچه تو همراه کسی که دختر خدا به دریا مندازه و قصد جانش میکنه گپ بزنم فرمان بچیم؟ نمیخواه همراهت گپ بزنه. ما چند دقیقه بعد برات لباسای پاکت گرفته میارم. کاری نمیکنه اما تو نیست خواهر جان. دروغ است نی؟ پدرم چرا تو رو بکشه؟ این کار نمیکنه. تا امروز نام کرمانی ها دارای اعتبار و عزت بود، اما شما یک جا شده نام خانوادی با عزت ما را بدنام کردین و به خاک یکسان ساختین. شرف ما را، ناموس ما را کاملا بدنام کردین. مادر جرأت کی داشت که از پشت سر ما وار کنه؟ قدیم قسم گپ نزن که تو هیچ چیز نمیفهمی. مقصر اصلی در این موضوع فقط خودتان هستین، به خاطر که یک دختر را نتونستین درست تربیه کنین. برفین اگه امرای فرمان فرار نمیکرد حال در این خانه ای گپا نمیشد. بچه دوران خودش آزاده فکر میکنه، تو آزاد. قسم رفتار کردین که فقط هیچ رسم و رواج ما را نمیفهمیدین. هیچ کدامتان درست اولاد تربیه کرده نتونستین. شما کمی هم شرم نکردین که تمام واقعیات از ما پنهان کردین و چپ ماندین. براستی که باید ماهی همیشه تازه باشه. بعد از این شما برین امرای اولادایتان گپ بزنین و بگوین که قسم رفتار کنین که مناسب حال خانوادی کرمانی ها باشه. کلتان میگم حال وقت مناسب است. هر چی زودتر او اردو باید عروسی کنند. هم دوران و هم آزاد در حق خان بودن مساوی هستند. هر کسی که بر رسم و رواج ما احترام بانه و بتانه که از هر نگاه اعتبار ما را کاملا به دست بیاره، او مسئولیت کارا را به عهده میگیره. خودتان بهتر میفهمین مادر جان. زهرا و فاطمه کجاست؟ بگوین که چای بیاره. همیاله براتان میارم مادر.
بفرمایین آزاد بیادر، شما چیزی میخواستین؟ تو چای ببر فاطمه. ما همراه زهرا کار دارم. درست است بچه شما. بسیار معذرت میخوایم آقا آزاد. هیچ گناه تو نه زهرا. باش ببینم که تب داری یا نه. تا حال کجا گم بودی فاطمه؟ نوجین مادر منتظر چای است. من میال برش میبرم. پس زهرا کجاست؟ داش پس خانه است. وقت ضایع نکو، حالا زود ببر. آقا دوران مرا مجبور کرد که برای کلگی دروغ بگویم. میفهم زهرا، خاطرت جمع باشه. اونا جزای خودم میبینن. خب استادم چطور است؟ بسیار پریشان است. به خاطر که به تو وعده داده بود مثل من نتونست تو را نجات بده. بسیار جگرخون و به تشویش است. نه خیر دقیقش نباشید. همین که درباره من فکر میکنین برام یک دنیا ارزش داره. همین که با من هستین برام کافی است. همیشه همراهت هستیم. همیشه همراهت خواهد بود. برام میگن که نمیتونی مادر و خواهرت ببینی. خانه ما برید و برشان بگوین که من خوب است و ما قازد تا به خاطر من تشویش نکنن. برشان بگوین که زیاد دوستشان دارم. برات وعده میتون در زودترین فرصت زمینه دیدن مادر و خواهرت هم مساعد میسازم. درست است؟ آب میگرفتم. فکر میکنم کار خلاص کردی که اینجا بیغم گپ میزنی. بله، کارش خلاص کردم. برم دیگه زهرا جان. بره. خب دیگه تو برو استراحت کن. اگر با چیز ضرورت داشتی من هستم. درست است؟ برام گفتم میدونی. شب بخیر. درست است؟ برو دیگه جان. راستی آقا آزاد بگو زهرا جان. وقت امرای استاد ما گپ زدین برش بگوین که هیچ تشویش نکنه. ما یک مفکوره خوب دارم. امرای من آزاد استاد ملکه. زهرا جانم یک دانه چطور هستی؟ خوب هستم استاد جان. هیچ تشویش مرا نکنه. بیازا آقا آزاد امرایم هستن. خاطرتان جمع باشه. زهرا جانم یک دانه. بسیار خوش شدم که دوباره صدایت شنیدم. لطفاً گریه نکنین استاد جان. نمیخوایم ناراحت باشین. اگه شما گریه کنین من زیاد پریشان میشم. بته ما امرش گپ بزنم زهرا. ملکه گریه نکنه. صدایش شنیدی؟ فهمیدی زهرا خوب است. خاطرت جمع باشه ملکه. اجازه نمیتونم کسی او را آزار بده. ما همیشه همراهش هستم. کاش که ما اونجا پیشتان می بودم. مجبور به رفتن نمی شدم. گفتی رفتن؟ تو چی میگی ملکه؟ لوازم ما جمع کرده. بخیر به استانبول میره. دیگه بر نمیگردم آزاد.
گازآزاد همراه او دختر درباره کدام چیز گپ میزد. همراهی کی؟ او دختر زهرا را میگم. کدام چیزی برش میگفت. از ملکه خانم برش میگفت. نفهمیدم. حتما باز کدام نقش اثر دارن. شام بخیر. بیا بچیم، بیا اینجا بیشی. خیریت باشه. باز چی شده؟ بعد از این واقعا خلاص شدنی نیست. بله راست میگه. چند ساعت پیش نوجین مادر ما را به خاطر تو آزاد سرزنش کرد. او میخواید که شما طبق رسم و رواج خانواده کرمانیا رفتار کنین. با تام گوش زد میکنم. اگه میخوای خانه باشی باید بگه پای ما گوش کنی. اگه میخوای خان باشی باید اعتبار کالگی رو با دست بیاری. بچیم با گفتنی که نواسی یا بچه فلانی از خان شدن امکان نداره. هر قسم که شده باید اعتبار خانواده با دست بیاری. پدرت راست میگه. موضوع نامزدی تو هم زیاد طول کشید. هر چیز زودتر عروسی کو دوران. چرا عجله دارین مادر؟ اگه قسمتم باشه میشه. گپ قسمت خود درست است. اما بعد از نامزدی زیاد آرزوی عروسی را داشتی. پس حال چی شده؟ کدام گپ مهم نشده. خسته هستم. بعداً گپ میزنیم. شب بخیر. واه، حتما او بچه کدام مشکل داره. معلومش از زیر کاسه کدام نیم کاسه است. نامزدش ما همیشه ازش دور است. بله تو راست میگی. پیش از که زندگیشان تباه شوه باید زودتر مانعشان شویم. آتشم از خود یک حکمت داره. گاهی میسوزانه و گاهی از بین میبره و کل جای پاک میسازه. بعضا هم خانه ها را میسوزانه. آدم ها را در بدر میکنه. به بعضی آرامش میبخشه و به بعضی هم عذاب میتبشیم. اگر تمام کثافات بندازیم تا بسوزه و نابود شوه باز چی؟ اینقدر ساده نیست. همیشه خیرت بخوای تا برات آسان شوه. بداش مثل نان بریان شو تا دیگرها ازت مستفید و بهرمند شوند. و تقدیرام هر قدر میتونی خود تسلیم کن تا خداوند طاعتت دیده برات اجر و مغفرت نصیب کنه. تقدیر تا به چه وقت استاد؟ پس تا چه وقت اراده نکنیم شما بگوین نه؟ کل چیز در تقدیر انسان نوشته می باشه، اما اراده هم حق داره. بنده طلب میکنه و مولا ارزانی میکنه. کسی که این راز نفهمه اگر کارایش خوب پیش بره میگه من انجام دادم. وقتی کارایش به درستی پیش نره میگه تقدیر است دیگه. تقدیره مقصر میدانه. هر کاری که انجام بدی باز خود صاحب اراده فکر میکنی. راستش ما خواستیم به تقدیر کسی دیگه مداخله کنیم. کسی که میخواست بره ما گفتیم نرو. همینجا باش. کسی که اشتباهیش درک کنه باید بفهمه که خداوند برش هدایت کرده. از این خاطر انسان باید در هر کار مشوره کنه. در کارهایت نباید نفست شریک باشه. اگه اشتباهات خودت زیاد بالای خود متاثر بدانی وجدانت هم صدای خودم میکشه. میفهمی بعد از این است که رفتن یا ماندن فقط یک انتخاب است. فرار کردن از تقدیر به مفهوم دویدن به طرف تقدیر است، در حالی که بنده هیچ متوجه نمی باشه.
زهرا را امیدوار ساختم، اما هیچ کاری برش کردن نتانستم. سر خود زیاد ظلم نکن ملکه. تو تمام کوششت کردی. بله، اما درست کم بود سبب مرگ و دختر بیچاره شوم. ملکه، زهرا خو نمرده، زنده است. بیبی برات وعده میتونم به خاطر خوشی و آرامی زهرا همیشه و تا حد توان مجادله میکنم. کوشش میکنم برش یک زندگی آرام و بدون جنجال در او خانه مهیا بسازم. شاید هم زمینه درس خواندنش هم فراهم کنم تا در آینده یک معلم خوب شود، مثل تو یک معلم شود و هم یک معلم بسیار خوب. انشالله چیز را که گفتی موفق شوی. یک جا موفق میشه. من نمیتونم، ازی بیشتر تحمل نمیتونم. استانبول میرم. نرو ملکه، نرو. اینجا بودن نمیتونم آزاد. زهرا را نجات دادن نتانستم. ما افشا شدیم. وقت کار نتانیم پس بودنم اینجا چی فایده داره؟ باش. چرا؟ ملکه، ناغ زحمت نکش آزاد. من تصمیم خدا گرفتیم. استانبول میرم. دختره، سر پاستا شده کار نکو. برو چند دقیقه استراحت کو تا خوب شوی. نه خیر خاله فاطمه، عصبانی میشن. همین که چیز نگوین و سرم گپ نزنن مرازی هستم. فاطمه خاله، کارایت زود خلاص کو. میخوایم به دوستایم یک دسترخوان بزرگ آماده کنی. کیک، شربت، همه چیز باید باشه. درست است؟ تشویش نکو، تا شام کل چیزایی که گفتی آماده میشه. حتی اگه کلشانم بیاین گوشنه نمیمانن. امروز همسنفیای ما اینجا میاین؟ همسنفیای تو نه، اسمه میاین. دستم پیش من میاین. مادرم همراه مادر کلانم بیرون به خریداری رفتن. امروز در خانه هم کسی نیست. همراه دوستایم سر خوش خود گذشت. دختر جان، تو تشویش نکو. تو هم اونا رو دیده میتونی. الا بریم. الا دخترم، پیش از اینکه یخ کنه اینا رو ببر. آفرین. الا دیگه. گفته بودم چای سبز بیاری. بی عقل رفته بریم چای سیاه آورده. خان صاحب، مأمور صاحب آمدن. میخواین زهرا را ببرن. چرا؟
به خاطر چی او را میبرن؟ باید اظهاراتش گرفته شب آقا. ما همراهش میره مادر کلان. حالا زهرا آماده شو. اوش کنی گپا غلط نگویی یا گنه خودت میفهمی که چی میشه. همراه آزاد بیادرت برو. زود شو. بریم زهرا. تمام لوازمتان را جمع کردین؟ جمع میکنیم. هنوز بسیار وقت است. دزین پرواز از طرف شام است. من شما را میشناسم. وقتی که ناوقت شد باز عجله میکنیم. این آخرین صبحانه ما در اینجا خود بود. فردا به خیر وقت به استانبول رسیدیم. زیر پل کلان صبحانه میخوریم و لذت میبریم. من یک بار پیش سما میرم، درست است؟ تو هیچ جای رفتن نمیتونی. چرا؟ چند دقیقه گپ میزنیم زود خانه میایم. گفتم که نه، کار خانه زیاد است. لباسا باید تو شوه، کل جای خانه باید پاک شوه. ما باید تنهایی پاک کاری کنیم؟ بله، باید به تنهایی انجام بدی. چرا نه که عروسی خانه نیستی؟ چی سیل داری؟ برو دیگه شروع کن. جارو را بگی هلا. مادر، آزاد برم زنگ زده بود. چند دقیقه پیش زهرا را به خاطر اظهارات به امنیت بردن. گفت اگه میخواین شما اونجا بیاین که ببینینش. راستی؟ درست است، میریم. بالاخره میتونیم که دخترم از نزدیک ببینیم. ما میخوایم خواهر من ببینم. البته که رفته میتونی خواهر جان، بیا که بریم. همینجا منتظر باشین، چند دقیقه بعد شما را داخل میخوایم. درست است. بیا که اونجا بشینیم زهرا. 9152 مرکز مشنوی. 9152 مرکز مشنوی. 9152 مرکز مشنوی. 9152 مرکز مشنوی. ببینین آقا آزاد، من نمیفهمم برشون چی بگویم. چیز که حقیقت هست بگو. کل چیز براشان واضح بگو. از کسی نترس. درست است؟ خب پدرم چی؟ اگه بگوید پدرم زندانی میشه. کلگی باید جزای خدا ببینه. مجرم باید مجازات شوه، فهمیدی؟ زهرا؟ یک دانه مادر؟ دخترم، جان مادر، داده جیگرم، خدا را 1000 بار شکر. قربانت شام، تو خوب هستی؟ خوب هستم مادر جان، تشویش نداشته باشید. ایلیف، خواهر جان. خواهرکم. شما را خواستم، باید اظهارات بتیم. کل چیزا بگو دخترم. اجازه ندی و احمقا آزاد باشن. هر کاری که کردن برشان بگو، بان که زندانی شون دخترم. حقیقت نداره نی خواهر؟ پدرم تو را به دریا ننداخته. بگو که دروغ است.
اما تو نیز خواهر پدرم تو را چرا به دریا بندازم؟ لطفاً عجله کنین، اینجا جای ملاقات نیست. حالا بگو دختر جان، واقعا چه قسم بود؟ چه قسم اتفاق افتید؟ ما پدره مرا بناه حقیقت نداره میخواهم پدرم تو را به دریا ننداخته بگو که دروغ است. خوب پدرت تو را انداخت؟ پدرم تو را چرا به دریا بندازد؟ نه خیر پدرم مرا در نهر ننداخته ما بازی میکردم افتیدم. ملکه چطور هستی؟ فعلا خوب هستم. چند دقیقه بعد میریم. فکر کردم شاید منصرف شدی. نه خیر، شام بخیر حرکت میکنیم. پدرم هم تکتا را گرفته. رفتنت ضروری است. یعنی زهرا را ندیده از اینجا میری؟ نمیتونم. دزم به او چی بگویم؟ راستش چیز برای گفتن ندارم. اگر بفهمه که او را ندیده میری زیاد جگرخون میشه. گپای ما او را خوش ساخته نمیتونه آزاد. برای چی بگویم همه گوره تنها مانده از اینجا میرم و دیگه هیچ وقت بر نمیگردم. نمیتونم. به زهرا گفته نمیتونم. بیبی دخترم تو اشتباه میکنی. اگر برای آخرین بارم شده باید یک بار زهرا را ببینی. بعداً پشیمان میشی که چرا او را ندیدم. چشمایت روشن، آزاد میشی. راستی ما آزاد میشم؟ اینقدر زودم نه، رسمیات خلاص نشده. دخترت همیال زارات خود داد. دختر هوشیارم. نباشی دختر خوبم. من دیگه دختر شما نیستم. فقط به خاطر ایلیف دروغ گفتم، نه به خاطر شما. خاموش موندم به خاطر اینکه ایلیف از شما نترسه که او را یک روز به نهر خود انداخته. دخترم ما اما مامی یک شرط دارم. کاری که به حق ما کردین به حق ایلیف نکنین. او را دست نخورد با کسی که نمیخواه عروسیش نکنه. بارین که مکتب خود خلاص کنه، با فکر آرام درس خود بخونه، با
آرزوهایی که داره برسه. چند دانه پقانه دیگه بیاریم. باید اینجا بسیار مقبول شد مادر جان. بس از دخترم همه قدر کافی است بسیار مقبول شده. باید دیگه امروز سالگیری ماست. باید کل چیز بخواسته ما شود. دجله کی میایه؟ کلاگیر خواستی؟ چرا نیک دعوت کردن نمیتونم. کل دوستای ما خواستیم. بیبی اگه تو وقت دوام میکنه اینا رو هم دعوت کن. دعوت نکردیم اما شاید بیاین. امیدوار هستم که تو محفل امروز ما رو خراب نکنی علی. توبه کردیم خدایا. دخترین خرابی نکنین. وقتی آمدم از فاطمه میپرسم که چی کردین. صبح بخیر. خلاص شد که آمدین؟ ای دختر برشان چی گفت؟ انشاءالله گپ اشتباه نگفته باشه که کس را به جنجال ما واجب سازه. زود چه آشپزخانه برو و فاطمه کمک کن. او تمام کارا را تنهایی انجام داد. کلا چیز خوب است مادر کلام. تو اینجا چی میکنی؟ با کدام روی به این قصر آمدی؟ راستش من میخوایم زهرا رو ببینم. این دختر بیشرمه ببین. نه خیر تو هی زحمت نکش. ما او رو برای تسلیم میکنیم تو دوباره او رو فرار بده. زهرا هیچ کس دیده نمیتونه. میخوایم با آخرین بار او رو ببینم. لطفا اجازه بدین. ملکه امرای خانوادهش یک جا با استانبول برمیگردن. میخواه برای آخرین بار امرای زهرا خداحافظی کنه. خسته نباشین خاله فاطمه. راستش خسته خواستم. تو خو میبینی کل جای گرد باید از دختر جان. بسیار زیاد کارم باقی مانده. زیاد جگرخون نباش خاله فاطمه. شما برین من اینا رو پاک میکنم. خوب است. زنده باشی دخترم. شما فقط به دیدن ما آمدن همتون نیست استاد ملکه. میفهمم من بسیار میخواستم شما رو ببینم. خواستم با چشمای خود ببینم که خوب استی زهرا جانه. نه کاملا خوب هستم استاد. امروز از نزدیک هم شما را هم مادرم دیدم. همیشه خوش باش. این چهره مقبولت همیشه لبخند داشته باشه. اگر کدام مشکلی داشتی عاجل با استاد پدرت بگو درست است. او برات کمک خواهد کرد. زهرا ما خداوند تو را از تمام بدی‌ها و مصیبت‌ها دور داشته باشه. در پناه خداوند باشی. شما را استاد مقبولم. شما را متوجه خود باش درست است.
انشالله که بازم شما را اجازه بدن که اینجا بیایید، بازم به دیدن ما بیایید. خواهرم از دیدن ما بسیار خوش شد، مرا محکم در بغل خود گرفت. اما تو نیست مادر، ما بسیار پشتش دق شده بودم. کاش که تو هم همراه ما می آمدی و خواهر من می دیدی. اینا را کجا بنا؟ خب ببر در جایشان بار. نمیفهمم جایشان کجاست. پس بپالو پیدا کن. اینجا مثل قصر شما نیست. بیا زود کل خانه فقط 2 الماری است. گفتن نتانستم. تو هم برش از رفتن من اگه درست است. دجله معلوم است که امروز روز سالگرهت است نه؟ تبریک میگم. تشکر میکنم. صنفیای ما میان استاد. من از تو یک خواهش دارم. کتابایی را که میخوانی به زهرام بده. چیزایی که یاد میگیری به او یاد بده. برش کمک کن که درس بخوانه. درست است؟ بازم تبریک میگم. خب حالا بریم. استاد ملکه، خداحافظ. بفرمایین خوش آمدین. بفرمایین. ما را ببخشین، همیال وقت پیدا کردیم که بیاییم. تبریک باشه. لطفاً قسم نگوین. بسیار خوش شدم که آمدید. نام خدا، نام خدا. خداوند به پدر مادرش نگاهش کنن. آمین. زنده باشید. خداوند عمر دراز نصیبش کنه، اولاد خوب صالح باشه. زحمت کشیدین نوجین مادر. زنده باشید. نام خدا. ای دخترمون بسیار کلان شده. بخیر وقت عروسیشم رسیده. به زودی عروسی ایران با یک بچه خوب کده صاحب نواسای زیاد خود شدی. بخیر ما باشه انشالله. میفهمی بعد از این است که رفتن یا ماندن فقط یک انتخاب است. فرار کردن از تقدیر و مفهوم دویدن به طرف تقدیر است، در حالی که بنده هیچ متوجه نمی باشه. اگه حوصله داشته باشی میخوایم یک موضوع مهم برات بگویم. آزاد، ما تصمیم خود گرفتیم. اگه میخوای ایمانی رفتنم شوی ناقده خسته نساز. بیا زود دیشب یک دقیقم نخوابیدیم. بسیار خسته شدیم. تشویش نکن، زیاد وقتت نمیگیرم. تصمیم من جدی است. ناقده خسته نساز.
راستش دیشب میخواسته میگپه بگویم اما گفتن نتانستم. تصمیم من جدیه سازاد. لطفا زیاد اصرار نکن. ما نمیخوایم از اینجا بریم ملکه. به خاطر که یعنی راستش فکر کنم به خاطر گفتن این گپ وقت مناسب نیست، اما شاید دیگه فرصت گفتن این گپ پیدا کردن نتونم. ما از دوران طفولیت نسبت به تو یک احساسی دارم. دستت درد نکنه دخترم. نوش جانتن. مادر ما بریم. امروز سالگرد دجله است و جین مادر. میخوایم مریم با خود ببره. البته که ببره. دجله بسیار خوش میشه. برو. نظرت چیست؟ بگو او با آزاد بسیار میزیبه نه؟ دقیقاً از دوران طفولیت، از وقتی که خودش شناختم همی حس داشتم. 10 سالهایی که ندیدیم ما ازتش خبره نداشتم. همی حس داشتم. اما وقتی دیدمت اما وقت فهمیدم که تقدیر تو را دوباره پیش ما آورده. نمیخوایم که بازم تو را از دست بدم ملکه. نمیخوایم دوباره یک عمر منتظر باشم و همیشه چشم بر راهت باشم. تو نمیخوای چیز بگویی؟ کاش بجای تو مامی بودم. خانوادت خواهشاتت قبول میکنن. البته که قبول میکنن. من تنها دختری قصر هستم جانم. برفیم خواهرم عروسی کرده. حال کلشان متوجه ما هستن. زهرام اینجاست. اون آمد. البته که باید اینجا باشه. بالاخره عروس قصر است. خوش آمدین. یک سوال، عروس شدن چه قسم یک احساس داره؟ با ما بگو زهرا. از وقتی که تو رفتی صنف ما کاملا خاموش شدن. پشت دق میشیم. باور کن ما بسیار پشت دق شدیم زهرا.
او روز استاد یک سوال تاریخ پرسید اما هیچ کس جواب نداد. باز گفت اگه زهرا می بود جواب میداد. او سوال چی بود؟ حال وقت دست نه از خوشگذرانی است. حالا دیگه نوشابه بیار که محفل زودتر شروع کنیم. قسمی که تا اینجا معلوم میشه اوتر نیست، بسیار تنبل است. بسیار مقبول است. خسته نباشه. زنده باشی. خوش آمدی دخترم. چطور هستی؟ خوب هستم خاله فاطمه. به کمک ما ضرورت ندارین؟ نه خیر جانم، ما و زهرا انجام میدیم. تو برو که با زحمت نشی. نه خیر زحمت چی؟ ما هم همراهتان کمک میکنم. درست است. سونا چی شده؟ چرا نمیخوای امرایم گپ بزنی؟ چیزی به گفتن باقی نمانده. تو متأهل هستی دیگه همرایم گپ نزن علی. به خاطر زحماتی که به ما کشیدی تشکر. از اینکه تو را به درد سر انداختم معذرت میخوایم. پشتت دقت شدم آزاد. به هر صورت ما در وقت خداحافظی قوی بوده نمیتونم. خداحافظ. تو خو هر وقت از زهرا برام خبر خواد دادی اما تو نیست. تو میخواستی برام چیزی بگویی یا زاد؟ ملکه تو حالی کجا بودی؟ وقت پرواز رسیده، باید هر چه زودتر بریم. میاییم مادر جان، بیا زو لوازم ما آماده است. ملکه سفر خوش داشته باشی.
ملکه جانم میام بسیار مقبوله از زنده باشه. با خوشی نکنی. خورشید خبر داری استاد ملک از اینجا میره؟ باز کجا خبر شدی؟ حالا که من برای استاد معرفی شده میخوای بره؟ چی؟ تو گفتی استاد ملکه میخوای از اینجا بره؟ بله، امروز همراه خانوادش به استانبول برمیگرده. خاله فاطمه دخترم چی شده؟ اونا گفتن که استاد ملکه میخواه برای همیشه استانبول بره. دختر جان دیوانه شدی؟ کم بود قلب مستاد کنی. بان که بره دیگه چی میشه؟ لطفاً خاله فاطمه خواهش میکنم اجازه بدین که به دیدنش برم. پیشتان حاضر میکنم. زهرا جان تو چی میگی؟ اگه اونا بفهمن که تو از خانه بیرون رفتی چی خواد کردی؟ نوشین مادر نگفته بود که دیگه نمیبخشمت؟ خواهش میکنم خاله فاطمه هیچ کس خبر نمیشه. زود میایم، میرم زود پس میایم. هر قسم که شوا باید مانی رفتن شوا. من میفهمم او از خاطر ما از اینجا میره. لطفاً خاله فاطمه خواهش میکنم. بسیار خوب درست است، اما زود برگردی. مرد کدام جنجال نندازی فهمیدی؟ بیا دیگه ملکه دخترم، بیا که سر ما وقت نشه. لطفاً نرین استاد. خواهش میکنم نرین. لطفاً نرین. صبر کنین. نرین. حضور میکنم استاد ملکه نرین. استاد ملکه صبر کنین نرین. صبر کنین نرین. صبر کنین نرین استاد ملکه. نرین. خواهش میکنم استاد لطفاً نرین. نرین. شام وقت در استانبول رسیدیم. یک ماهی مزه‌دار میخوریم، از اونجا لذت ببریم. در اینجا بسیار با تکلیف شدیم، بسیار زیاد باید بریم. اگه ملکه خواست باز میره. میخوایی بری دختر؟ مرا ببخش زهرا، مرا ببخش. نتانستم نجاتت بدم. تو را به دست باغبانای تسلیم کردم میرم که گلها را دوست ندارن. در باغ ترکت میکنم که باران و رطوبت وجود ندارم. مرا ببخش زهرا. تمامش تقصیر خودت است. من خواه برات گفتم اما تو چرا نشنیدی؟ در بین ما دیوارا وجود داشت، با کس دیگه حتی نظرم نکردیم.
همیشه تو بودی، فقط تو، در تمام عمر. اما آره تو هم میری. به نظر من با آزاد بسیار مناسب است. خانوادهشان میشناسیم، اونا هم سویه ما هستند. دختر ما ماشاءالله دختر کاریگر و با پاس است. در این زمان مقبولم است. یک دختر به مثل پری هر کس ببینش عاشقش میشه. ببینیم دل آزادم تازه خواد شد یا نه. تو چرا قسم میگی هدیه؟ خودتم خود دیدیش. دختر مثل مای 14 بود. باید بگویم که از همگی ما کده مقبول تر بود ماشاءالله. درست است البته که او مقبول بود، اما آزاد دل خود به استاد داده. مقبول ترین دخترم که بیاری طرفش سیل نمیکنه. استاد امروز از اینجا میره هدیه. اگه آزاد دوستشم داشته باشه باز مجبور میشه از اون منصرف شوه. باز بعد از این هم حوادث کسی را که نوجین مادر انتخاب کرده رد نمیکنه. استادم به خاطر من از اینجا میره. میفهمم به خاطر من از اینجا میره. همه چیز به خاطر من شده. هیچ کس جایی نمیره. فرار از تقدیر دویدن طرف تقدیر است. نترس، تو گریه نکن، فقط دعا کن. سمی متوجه باش. او را زدین پدر، او را زدین. نخیر گناه او بود. صبر کن دخترم، پایین نشو. پدر چطور پایین نشم؟ شما یک نفر با موتر زدین پدر. او حتما زخمی شده. نظر به که قسم پیش روی موتر آمد. به هیچ صورت یک آدم عادی نیست. ناق خود به جنجال ننداز. هوش کنی که پایین نشی. متوجه باش دخترم. کمک کنید. شما خوب هستید؟ لطفاً کمک کنید. مادر زخمی شده، خونریزی داره. وضعیتش بسیار خراب است، بسیار خون ضایع کرده. پرواز از دست میتیم. امبولانس میخوایم. اینجا به شفاخانه انتقال میتیم. نخیر امبولانس نخواهید. مرا دستگیر کرده از بین خواد بردن. نشونیدی؟ برات خو گفتم. هر کسی که باشه این یده اینجا ایلا کده نمیتونیم. همون نوره که در شفاخانه دولتی کار میکنه؟ بله. این برادر دوستم نور از حسن دربارش برام گفته بود. ما ایرم مشناسم. خوب است دیگه. با همون زنگ بزن. آماده بیادرش ببره. بخیز که ما بریم. اگر نه هر کسی که تعقیبش میکنه. حال اینجا خاط رسید. به خاطر که ایره نجات بتیم. خود ما در کدام بلای میمانیم. استاد امروز یک عالم کار خانگی برای ما داد. فردا امتحان ریاضی داره. تمام شد تو انجام خود دادیم؟ کاش بوم یک عالم کار خانگی می داشتم. کاش فردا امتحان می داشتم. هیچی کارت نمی کردم. پشت مکتب و دوستایم بسیار دق شدیم. نوجین مادر کلان. آف خدایا، حالا چی خواهد کردم؟ چای ما خلاشت خاله فاطمه. برین چای بیارین نه؟ امی که بشقابا رو جمع کردم براتون چای تازه میارم. زهرا کجاست خاله؟ بگوین که او بیاره.
زهرا درست است آرام باش دخترم، تو هم رای دوستایت باش، من میام رفته چای بهت میارم. زهرا تو کجا هستی دختر؟ مادر اشتباه شد. دقیقش نشو دخترم. برفین خانم بیادر تال پاکش میکنم. با کنندام استفاده که ها اگر نی پاک نمیشن. من میبینم پدرم آمدن مادر. اگر نمی آمد خوب میشد. دختره بخاطر که بیگناه بودین آزاد شدین، اما تو نیست پدر جان. معلوم شد که در موضوع خواهرم بیگناه بودین. بله فهمیدی که ما بیگناه هستم دختر مقبول ما. ای سایکو شاورت آمد از آن خوش آمدی خونه گفتی لبوریتم کشال شد، چی گپ است؟ توبه خوش آمدین پدر جان. خوش باشی دختر مقبولم، خوش باشی، زنده باشی. با خدای جای مثل خانه خدا آدم نمی باشه. و انسان غافل بجز از خانوادت کسی دیگه در قصیت نمی باشه. بخیز دیگه یگان چیز آماده کو، حداقل امشب خیلی یک نان سعی بخورم، کم از که از گشنگی بمرم. بخیز دیگه. عروست بسیار لایق است، حالا برات آماده خود کرد. البته که آماده میکنم، شما تشویش نکنین پدر، امشب براتون یک غذای مزه‌دار پخته میکنم. آفرین سنوی یک دانه. اگه از دست پخت تو بخورم بازت تا سردردیم جور میشه قربانت شوم. دیدی دخترم ها کار میکنه، جانم هستی. بعد از ایده کلا جای فقط خاطرات تو است. ساعت خدا فراموش کرده بودی. خیریت باشه. چی شده؟ دی وقت روز اینجا چی میکنید؟ کم است که سر ما از تن ما جدا شوه. باز تو میپرسی که چرا به اینجا آمدیم دوران خان؟ حسن بیادرم و پرستار فرار کرده. باید قبل از اینکه دهنش باز کنه از بین بره. چطور تانست از دستتان فرار کنه؟ اینا چه کار زدن رفته بودن؟ ایربان که چطور فرار کردن. حسن در مورد ما، در مورد تو روابط ما خبر دارن. فکر نکنم خوش داشته باشی که به نام تاجر مواد مخدر مشهور شوی. تو دیوانه شدی احمق. ما از جان خود سیر نشدیم. اگه ایگه برملا شوه مرا از این قریه بیرون میکنن. در این صورت باید همراهیم کمک کنی. باید او را هرچه زودتر پیدا کنیم. بیازو زخمی است، با تنهایی نمیتونه زیاد دور بره. اما اگه کسی برش کمک کنه تباه میشیم. اگه کسی برش کمک کرده باشه باید همراه حسن یک جا حق او را برش بتیم هرچه زودتر. فقط یک خواهر داره.
دیگه کی برش کمک میکنه؟ بیاز و افراد ما در تعقیبش هستن. اگه پیش خواهرش بره دفعتا پیدایش خود کردیم، اما وقت نداریم که منتظر باشیم. در هر سوراخی که پنهان شده باشه باید پیدایش کنیم. خداحافظ دخترا. خداحافظ. خداحافظ. همه چیز بسیار خوب بود. نجلا زنده باشی. عکس امروز حتما بر ما روان کنی. درست است. من در فیسبوک میمانم. باز از اونجا بگیریم. در فیسبوک نمان. باز کسایی که نامدن دلشان ناب میشه. خودشان نامدن. با ما چی؟ خداحافظ. خداحافظ. به اجازهتان خاله زمرد. خداحافظتان. بازم بیاین. منتظرتان هستیم. درست است. سونا با مادرتشان سلامون برسان دخترم. به چشمت من خاله زمرد. مادر خو اینجاست. یعنی که اونا وقت رسیدن. اوف خدایا حال من چه خواهد کردم. اوف خدایا کمکم کن. اوف مادر ببینین بریم تحفه آوردن. زهرا کجاست؟ چرا برات هیچ کمک نمیکنه؟ 2 ساعت میشه که خانم محترم گم است. به خاله فاطمه هم هیچ کمک نکرد. حتما همراه محسودی کرده. وقت تحفه را دید دیگه غیب شد. نه خیر، او در آشپزخانه امرایم زیاد کمک کرد. چند دقیقه پیش برش گفتم لباس ها را جمع کو. حتما در بالا است. امیال صدایش میکنم. خب گوش کنین. ما قبل از غذا کم استراحت میکنم. ما میرم لباس های ما تبدیل میکنم. خوب است دخترم. تو مینا را جمع کو. همه جای مثل دکان تکه فروشی تید کردی. زهرا تو چی شدی؟ امروز اردی ما رو به کشتن خواه دادی. خدا را شکر. دختر تو دایی 2 ساعت کجا رفته بودی؟ گفته بودی زود پس میایی. همگی درباره تو از ما پرسیدن. به خاطر تو حتی به نوجین مادرم دروغ گفتم دختر. بسیار معذرت میخوایم خاله فاطمه. شما را به درد سر انداختم. خوب رفتنت کدام نتیجه داد؟ نه خیر. با استادم رسیدن نتونستم. توبه توبه، این ساعت چه شد؟ باید هم اینجا می بود. بله استاد. چطور هستی بچه؟ چطور باشم استاد؟ کوشش میکنم که خوب باشم. ملکه دخترم رفت؟ بله رفت. مثل یک خیال آمد و پس رفت. هرچی که خیر باشه. همه چیز اول در نظر، باز در ذهن و بعدن در چهره حقیقت می آید. اما ای به کوشش انسان بستگی دارن. با خیالاتت اجازه نده که بمرن بچه. هیچ کس نمیفهمه که تقدیر چی خواد کرد. انشالله استاد، انشالله.
ملکه تو در اینجا چی میکنی؟ دستل تو در اینجا چی میکنی؟ چی کار داری؟ ما به خاطر پریدن ساعت تو آمده بودم. اما تو چرا آمدی؟ نه که منصرف شدی؟ در حادثه کردیم. او خواه حسن است. مادر؟ مادر جان، خوش آمدی. تو ده اینجا چه میکنی؟ گامشو از ما چی میخوایی؟ بیادرتا حسن کجاست؟ از ای بپرس. حسن پیشی نیست؟ گپ ما گوش کن. کوشش نکن مرا فریب بتی. بگو حسن کجاست؟ در کدام سوراخ پنهان شده؟ نمیفهمم. علم که با ما دروغ نگو. دروغ نمیفهمم. پس او کجا رفته؟ غیر از شما کی او را پنهان کرده میتانه؟ ها؟ نمیفهمم. دیر یا زود او خائن پیدا میکنم. دروغ گفتن به ما و خیانت برش میفهمانم که چی منامته. برای مزر خواد کرد که مر از بین ببر. او دختر ایلاکو، گفتم هلش کن. میخوای از بین ببریش؟ برات گفت که نمیفهمم. از بین میبرمش. اگه ای از بین بره حسنه چه قسم پیدا کنه؟ او بیادره خائن تام از بین میبرم و کسی که برش کمک میکنه او را همچنان. دختره درست است. حسن میخواین حسن بر از بین ببرن. خدایا بگو ملکه. نور، حسن پیش ما است. خدایا حسن پیش شما است؟ بله، اما زخمی است. صحتش خوب معلوم نمیشه و شفاخانم نخواست بره. باید هرچی عاجل وسایل خدا گرفته اینجا بیایی. هرچی کوشش میکنم نمیتونم ترکت کنم. او یک انسان است. بیادر یکی از دوستایت است. با این دلیل برش کمک میکنی؟ کم درباره خود فکر کن. میخوایم با این کمک کنم گفته خدا در خطر مندازی. کار را که انجام میدی بسیار خطرناک است. در ضمن گناه هم است. به از او به خاطری از پروازم ماندیم. مجبور حال رفته برای پرواز فردام تکت بگیریم. و این بار هر قسم که میشه نباید از پرواز بانیم. هر قسم که میشه از اینجا باید بریم. درست است دخترم؟ درست است پدر جان. هر چیزی که میخواین انجام بدین. اما ما باید حالا به حسن کمک کنیم. بفرمایین مادر. تو کجاستی بچم؟ نوجین مادر منتظرت است. میخوای امرات گپ بزنم. مادر فعلا کمی کار دارم. بعداً پیشتان میگم. درست است بچم، اما مادر تزاد منتظر نمان. زود بیا. فهمیدم. درست است میایم. ما باید هم یاله به قصر برم. درست است. نورم در راه است. شاید حال برسه آزاد. با چیز ضرورت دارین؟ ما پس میایم. پدرت راست میگه. این کار بسیار خطرناک است. باید متوجه باشی.
درست است، متوجه می باشم. بیبی دروازه را با کسی باز نکن. کلکینا را باز نکنین که کسی از بیرون متوجه تان نشه. ما تا چند ساعت دیگه میایم. هیچ تشویش نکن، ما متوجه می باشیم. ما نمیخواستم قسم برگردی، اما از برگشتنت خوش شدم. محفل چه قسم گذشت؟ لذت بردی با دوستت؟ بسیار بسیار لذت بردیم. گفتن شبیه محفل های تلویزیونی شده بود بهتر. البته بعضی امرای بخیلی کردن. این قسم روزانه سیبی خودشان نمیشه. به این خاطر هیچ کسی به تو بخیلی نمیکند دجله. تو از زندگی لذت ببر و ارزش شب بفهم. دوران زلالشان چی وقت میاین؟ هنوزم میخواین در مردین باشن؟ شاید چند هفته دگان باشه. قرار بود یه هفته بیاین. چی شد؟ چی بفهمم مادر؟ شاید خواستن چند روز دگان باشن. هیچ نپرسیدن؟ نگفتن به خاطر چی آمدی؟ نگفتن. چی میگفتن؟ بار صورت یک بار با خیر برسن عروسی تا انجام میدن. بیازو به حد کافی دیر کردن. معطل ساختن عروسی و رسم و رواج خوب نیست. در هر کار خیر بدون کدام تأخیر هرچی عاجلتر باید اقدام کنیم. زهرا بیا تو هم بشین. شوربایت سرد میشه. دخترم تو بشی، من اینجا نزدیکت هستم. درست است؟ آزاد، حالا دیگه وقتش رسیده که تو هم عروسی کنی. بخیر تو هم باید به فکر ازدواج باشی. خیر باشه نوجین مادر. ما خیر تو را پیدا کردیم بچه. او دختر محمود سونا به تو بسیار مناسب است. خوب فکر کردین مادر جان. علی ازدواج کرده اما بیادرش تا هنوز مجرد است. ما تا هنوز در این مورد فکر نکردیم نوجین مادر. در مورد چی فکر نکردی؟ در مورد عروسی یا در مورد سونا؟ دختری را که نوجین مادر برات انتخاب کرده لایق خود نمیبینی آزاد؟ دوران به عروسی همراه زلال مخالفت نکرده بود. گپ نوجین مادر به زمین نزد. سونا مثل خواهرم است. با اجازه تون نوجین مادر براتون شای خوب بود. مادر ما بسیار زیاد گشنه شدیم. چی ما غذا میخوریم؟ هر وقت که خانم بیادرت آماده کنه دخترم. ما یک بار خبر بگیرم. نه غذا آماده است، بفرمایید. وای 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 وای. بفرمایید پدر جان. راستش غذا کمی سوخته اما بسیار مزه‌دار شده. بسیار گرسنه بودیم. شروع کنین دیگه. نوش جانتا. داده زد برکت. بته جانم. بگه باشه. بفرمایید پدر جان. بگه دخترم. برفین خرمسیر است. بخو جانم با دستای خودم پخته کرده مزه‌دار است.
جای میری؟ بله مادر کار دارم. گوش که آزاد، مخالفت با تصامیم نوجین مادر برات عادت شده. بچه چرا این قسم میکنی؟ بیزو مردم پشت نقطه ضعف تو میگردن، تو با این کارت اونا رو خوش میسازی بچه. چی کنم دیگه مادر؟ به خاطر چوب ساختن مردم با دختر بسون خواهرم عروسی کنم؟ پس امرا کی عروسی میکنی؟ تو کی نمیخوایی؟ آزاد جان مادر، بیبی چند ساله شدی؟ منتظر چی هستی؟ سونا بسیار یک دختر زیبا و بسیار هوشیار است. از او کده نه خدا با زحمت نسازین مادر. همراه سونا عروسی نمیکنم. نه که کسی دیگر را دوست داری جواب بده آزاد. برم بگو که او کی است؟ تو کی را دوست داری؟ استاد ملکه از اینجا رفت. از پشتش دویدم اما گیرش نتونستم. حتی هیچ متوجه من نشد. به خاطر من از اینجا رفت. میفهمم. خدا جگرخون نساز زهرا جان، تو هیچ گناه نداری. اما رفت. بار دیگه او را دیده نمیتونم. تا هنوز نرفته، اما میره. این تصمیم خودش است. ما هیچ کاری کردن نمیتونیم. در این صورت قبل از رفتن او را دیده میتونم. فکر نمیکنم زهرا. اما بعضی اوقات برش زنگ خواد زدیم. هر وقت که پشتش جق شدی درست است؟ ما باید برم. تام برو استراحت کن. از صبح تا حالا کار کردی جانم. دخترم میزا رو پاک کردی جانم؟ پاک کردم خاله فاطمه. ها خوب است. آشپزخانه میوه آماده کردیم، او را بالی ببر. درست است. برو دیگه. زنده باشین. اگه اونجا الهی میکدن دستگیرم میکدن، مرا از بین میبردن. تو دیگه در باره فکر نکن حسن. در ضمن اینجا محفوظم هستی. چند دقیقه بعد خواهرتان میرسن. همسونای تو باید به دست خود قلم بگیرن نه سلا. چرا مکتبنه کوه را ترجیح دادی؟ هیچ نمیفهم چه قسم فریب اونا را خوردم. فریب دادن جوانا اینجا و قدر کار مشکل نیست. دو جمله احساساتی برشان گفته شد و فریب میخورن. در اولین روز اونجا زیاد چیزا را درک کردم، اما بسیار دیر شده بود استاد. کاش که کل چیز از اول میفهمیدی حسن. باز او وقت مکتبم ترک نمیکردی و برشته مناسب خود درس میخوندی. به نظر تو قسم بهتر نمیشد؟ خواهر و مادرتان بسیار خوشحال میشدن. حق با شماست استاد، اما در این مناطق و قدر آسان نیست. ما هستم نور. فرار از آدمایی که به تعقیبم بودن وقت گیر شد. به اون خاطر دیر کردم. داخل برو. حسن بیادر جان. بسیار پشیمان هستم خواهر، معذرت میخوایم. بیبی اشتباه خود درک کرده فرار کردم. درست است جانم، درست است. بخیر گذشت. در تعقیبم هستم، مرا از بین میبرن. بسیار زیاد میترسم. نه خیر، هیچ نترس. بعد از این ما همراهت هستم. خونریزی را متوقف ساختم، اما بسیار زیاد خون ضایع کردم. زخم پاک کردن نتونستم، وسایل کافی نداشتم. تشکر میکنم، من خودم پاکش میکنم.
آزاد حال دیگه وقتش رسیده که تو هم عروسی کنی بچه. سونا دختر محمود کاملا مناسب تو هست. سونا چی شده؟ تو گریه میکنی دخترم؟ نه خیر مادر، فقط همه تو خسته شده. آها خوب. محفل تولد چه قسم سپری شد؟ خوب بود. عروس کوچک دیدی؟ ده حقش بسیار ظلم کرده. ده حق ما؟ چی؟ چیزی گفتی؟ نه خیر مادر، گفتم شما راست میگه. بله درست است که او خورده است، اما وقت تو هم رسیده دخترم، اما تو نیست. به خاطر چی مادر؟ البته که به خاطر عروسی، دیگه به خاطر چی؟ میبینی که عروس خواستگارا میاین و میرن، تا چی وقت من برشان نبگویم؟ من نمیخوایم عروسی کنم. دخترم هر کار باید در وقتش صورت بگیره. ببین نوجین مادر تو را بسیار خوش کرده، باز از آزاد کرده کسی بهتر پیدا نمیشه. هم بسیار جذاب و به زودی خان میشه دخترم. بله این برات بهترین فرصت است دختر مقبول. کاملا این فرصت از دست ندی، فهمیدی دخترم؟ خوب دیگه من میرم که پدرت صدا داره. چی میخوایی علی؟ چی میخوایی؟ سونا گوشکو چرا درکم نمی کنی؟ مرا به زور به عروسی راضی ساختن، خواست من نبود. صبر کو سونا، لطفاً قطع نکو. گوشکو درست است، میفهم مناسب نیست که امرایت گپ بزنم، اما سونا من به غیر از تو کسی دیگر را دوست ندارم. بله سونا تو در اتاق من چی میکنی؟ خاله فاطمه ازم خواست که برات میوه بیارم. ما میوه یا چیز دیگه نمیخوایم زهرا. ایگا پایره که شونیدی اگه با کسی بگویی باز قسم میخورم تو را از بین میبرم. فامیلی یا نه؟ گپا ما فامیلی؟ آله بیرون شو. اونجام نیست. احمق، پس زمین دو کف شده و داخلش رفت. ها؟ گپ نزن. درست است، تا صبح جستجو کنین. حسن خائنه باید پیدا کنین. بچه چی گپ است مادر؟ این چه قسم گپ زدن است؟ مادر به از و عصبانی هستم، ولی از خدا شما هم سرم فشار نیارین. چرا بچه؟ بین تو و زلال کدام مشکلی وجود داره؟ نه که با هم گفتگو کردیم.
ما همراه زلال چی مشکل داشتم میتونم به از او هیچ ندیدم. به هر صورت بیزو قبل از آزاد به خیر عروسی میکنی. به خاطر چی؟ خب خودت خود دیدی که آزاد و دختر دوست نداره. خوب است که نداشته باشه. به فایده ماست. او باید از چشمای نوجین مادر بیفته. اگه کسی را میخواه پس حتما استاد ملکه است. معلوم بشه که حتما رابطه داره. از روزی که ملکه اینجا آمده پشت ریها نمیکنه. اونا دوستای طفولیت هستن. دوستای طفولیت همین قسم می باشن؟ در ضمن کجا دیدی که آتش و باروت یک جایی باشن؟ او دختر که رفت فکر و هوش آزادم همراهش رفت. بیبی گفته باشم اگه به زودی در جاده های استانبول و جستجویش نره نام مام هدیه نباشه. اینجا نوشته میکنم باز نگویی که نگفته بودی. مرا چی مادر؟ مرا با ای گپا چی؟ با لیاز خدا ای گپا را چرا با من میگن؟ ایره دیگه چی شده؟ ما برای چی گفتم؟ زخم درد داره حسن؟ درد داره اما زیاد نه خواهر، خوب هستم. بس حاله بگو چی شده؟ چرا فرار کردی؟ از اینکه دروازه تان بسته است معلوم میشه که گشنه نشدین. بعضی چیزها به خوردن آوردیم. خب اوضاع چطور است؟ کدام مشکل پیدا نشدنه؟ فعلا همه چیز خوب است، اما به این معنا نیست که خطر کاملا رفع شده باشه. حق با توست. خوب هستن؟ چی حال داری بیادر؟ زنده باشی بیادر، خوب هستم. از برکت شما بهتر شدیم. خداوند ازتان راضی باشه. آرام باش، آرام باش. نترس، ما بیرون ندیدم بیادر. بیادر اگر ما و شما را پیدا کنند هم شما را و هم مرا از بین میبرند. ده تعقیب ما هستند. بخیز دختره، بیا دختره. این ترس ما ترس از دست دادن دوستان است. سال هاست که این ترس در دل ما جای داره. ایره تو میفهمی. دوستای مام دکا هستن. از یک خانواده که 2 اولاد دارن، یک اولادش دکا است و دگیشون اسکر است. کدام مادر تحمل کده میتونه؟ میفهمم بیادر، اما ما با کسی ضرر نرسوندیم. کسی را از بین نبردیم. راست میگم، قسم میخورم. خوب است، بسیار کار خوب کردی. تو گناه نکردی، به کسی ضرر نرسوندی. تسلیم شو. با برنامه پشیمان شدگان دولت یک جا شو. تو نمیخوای به زندگی خود برگردی؟ با دوستایت یک جا زندگی کنی؟ نمیخوای آزادانه زندگی کنی حسن؟ میخوایم بیادر، اما این کار امکان داره؟ پیش دوستای خود برگشتم میتونم؟ وقت تو بخوای چطور امکان نداشته باشه؟ ما با این شرایط تو را از اونا فقط پنهان خواد کردیم، محافظت خواد کردیم. اما اگه تو به برنامه پشیمان شدگان دولت ثبت نام کنی، باز اونا هم تو را محافظت میکنن و هم حمایت. بله. او آدم پیدا کرده؟ نه خیر، پیداش نکردیم. در جستجوش هستیم. بیبی یک نفر او را در قریه دیده. زخمی بوده. داخل یک موتر بوده. در اون موتر یک مرد و 2 خانم دیگه هم بودن. خانم‌ها شهری بودن. از کجا بفهمم که امو است؟ مشخصات امو را گفت. حتما کسی به او کمک میکنه. اگر نه با او حالت زخمی خود کاری کرده نمیتونه. گپ ما گوش کن. اگر کاری کنه تو بیشتر با مشکل مواجه میشی. برات گفته باشم.
امیدوار هستم تو نباشی ملکه. تو به او آدم کمک نکرده باشی. امروز زهرا در مورد تو پرسید. از دوستای دجله خبر شده که تو مکتبت ترک کردی. به خاطر دیدن تو از قصر فرار کرد. تو با خدایا گیر خونه آمدی نه؟ او خوب است؟ نه خیر تشویش نکن. او خوب است. یعنی وقتی تو حرکت کردی داخلین لحظات فرار کرده. از پشت موتر دویده اما رسیده نتونسته. خوب است که رسیده نتونسته. یعنی ببینه هر لحظه که اینجا هستم بودن ما غیر از خطر به زهرا چیز دیگه داده نمیتونه. واقعا همه قسم فکر میکنی؟ بله. گوش کن. خودتا میره میفهمی که فقط زهرا به تو ضرورت نداره. علیام، احمدام، محمدام، عثمانم، تمام شاگردایت به تو ضرورت داره. غیر از اونا این بچه‌ای که در داخل زخمی است. طرف و ریش و بروتش نبین. درد سطحی او با گذشته چند روز یا یک هفته کاملا خوب میشه. اما آیندهش چی میشه؟ این منطقه به سرباز نه، به معلمای مثل تو مهربان و با درک بیشتر ضرورت داره. مثل تو صادقو، کسی که پابنده وعدهش باشه. اما شاید تو هم حق بجانب باشی. بعضی آدم ها به خاطر مبارزه به اینجا آمدن اما پامال شدن. شاید فرار بهتر است. من فرار نمی کنم. میخوایم از زهرا محافظت کنم. اگر خودت به این گپت باور داشته باشی ما هم باور میکنم. خدایا استادم به خاطر من از اینجا میره. میفهمم بعد از این زندگی خوش برش بده. دیگه هیچ با دختر مثل من روبرو نشه. اما اگه زیاد نمیشه حداقل بر آخرین بار او را برام یک بار نشان بده. او را زیاد دوست دارم. کاش که هیچ از اینجا نمیرفت. او را زیاد دوست دارم. خدایا با او کمک کن لطفاً. دخترم حتما پدرت از موبایل ما جواب بده. جانان من هستم پدر جان. با گرفتنتان میایم. همه پرستاری از مریض براتان کافی است. نه خیر پدر جان شما نیایه. آزاد ما را میاره. شما زحمت نکشین. درست است. پس یاد دیر نکنید. حسن جان ما باید حال سر کار برم. اگه نرم حتما سرم شک میکنن. میفهمی که من تحت تعقیب هستم. میترسم خواهر. نترس. بیبی ایره بگی شماره ما دایی ثبت کردیم. اگر کدام گپ شد عاجل با ما خبر بده. نترس. نمیتونن تو را در اینجا پیدا کنن.
کاش که قبلا با هم معرفی می شدیم. استاد ملکه، کاش که شما استاد ما می بودین. شاید وقت بعضی چیزا متفاوت‌تر از حال می بود. دجله زود باش دخترم بیدار شو دیگه. اگر مکتبت ناوقت میشه حالا تمام شب بیدار می باشه حالا چطور بیدار شوه؟ حالا زود باش بیدار شو. کجا هستی بچه؟ شما یک روز مرا دیوانه خواهد ساخته نما نمیفهمم که چی وقت. تو بعد تمام را دختر بیچاره گریه کرد. بسیار دلم برش سوخت. انشالله حل می سازیمش خاله جان. انشالله بچم انشالله. بفرمایین مادر یک کار مهم داشتم با او خاطر نتونستم بیایم. نه خیر من خوب هستم شما تشویش نکنید. حالا به شرکت میرم بعداً میبینیم. درست است؟ خداحافظ. کلان آدم شده. هنوزم کجا هستی چی میکنی گفته همیشه تحقیق میکنم. راستش بچه مادر بودن همه قسم است. اگر شما 70 سالم شوین به تشویشتان شده براتان زنگ خواد زده. اگر خوش باشین هم همه قسم است، اگر نباشین هم همه قسم است. وقتی مادر و پدر شدین باز خودتان میفهمین. بله آزاد جان، اگر خوشم شویم همه قسم است، اگر نشیم هم همه قسم است. تو میخوای چیزی بگویی ملکه؟ نمیخوایم چیزی بگوییم مادر جان. میگم راست میگی. خاله جانم حق خدا ببخشه. ما چی حق داریم آزاد بچه؟ بازم خداوند ببخشه. دستل مام نمیخوایم. ملکه در جایی که خوش و راضی هستی باور کن از همه بیشتر من خوشخواد شدم. اما با صدای وجدانتان گوش بده. وجدانت هرگز به تو دروغ نمیگه. بیشی زمرد عروس بیشی. فاطمه بفرمایین. با ما 2 گیلاس قهوه آماده. حالا آماده میکنم. درباره آزاد فکر میکنی؟ بله مادر. نمیفهمم که چی خواهد شد. نمیفهمم که او بچه را چه قسم قانع بسازم. آزاد بچه هوشیار است. مثل دوران بیعقل نیست. یعنی بدون برنامه پیش نمیره. تو خودت میفهمی که آزاد پیش ما جای خدا داره. زنده باشن مادر. میفهمم. او حق به جانب است. با یک بارگی گفتیم عروسی کو. سونا را نمیشناسه. درست ندیده. رد کردن ای گپ اول
بسیار عادی و طبیعی است. این قسم فکر میکنه؟ البته دخترم. اما آزاد خود میشناسین، وقتی چیزی به نظرش غلط باشه هرگز انجام نمیده. یک بار آزاد سونا را ببینه و همراهش معرفی شوه. البته که او عاشقش خود شد. هرچی نباشه او هم یک جوان است. حال خوب به گپایم گوش بده. ما باید رفت و آمد او اردو را زیاد بسازیم. هرچی لازم باشه انجام بده و او اردو را با هم رو برو بساز. خوب است. هر قسمی که شما بگوین همون قسم مناسب است مادر. از دیشب تا حالا یه چیز نگفتیم. درباره چیز فکر میکنی؟ اما چی؟ هیچ نپرس. ما در مورد تاریخ عروسی فکر میکنیم، اما دوران هیچ به این پیوند راضی نیست. بین او و زلال حتما کدام مشکل پیدا شده. چرا این کار اینقدر دوامدار ساختن؟ تو هم درباره چی گپا فکر میکنی؟ بعد از عروسی پیشم خواهد آمدی و خواهد گفتی که عروست بچه ما کاملا از ما دور ساخته. یک بار عروسی شوه باز من میفهمم چی بگویم. انشالله که اونا کدام مشکل نداشته باشن. تو ایش تشویش نکن. اگر کدام مشکل هم باشه حل میشه. کم صبر کن. هیچ گپ نمیشه. دزم اونا گپ مادر ما رد نمیکنه. ما میرم که ناوقت شده. مادر جان ما با شرکت میرم. با چیز ضرورت ندارین؟ نه خیر بچی. خان صاحب مرم تا بازار برسانین. حتما کار داره. برو او را برسان. بفرمایید نوجین مادر. زنده باشی. نوش جانتان. خداوند برات ذهن روشن بده دخترم. مادرم کجا رفتن؟ در بازار کم کار داشت. همراه کاکایت بیرون رفت. بعد دوستای سلامت برسانم زهرا. چی شده؟ لب روی چرا در این سر سوپ کشال است؟ چیزی نیست مادر، فقط کمی پریشان هستم همین. زود باش موبایلت جواب بده سونا، زود باش جواب بده. آیسته جارو کو دختر، خاک باد کردی. میخوای ما را مریض بسازی چطور؟ کجا میری علی؟ دوستایم زنگ زدن نوجین مادر. پشت میاین بیرون میریم. همش ده خانه هستم. میخوایم کم تبدیل هوا کنم. خیریت باشه انشالله. چی شده علی؟ میخوای کجا بری؟ پس زهرارام امرایت ببر. نه خیر مادر کلم، خودم میتونم برم. نیاز نیست زهرا بیایه. دبای ناقدر دوستایم چی خود کرد؟
فعلا خدافظ. عروس کوچک، تو هم امرای علی برو. تا دوستاش نامدن تو هم امرایش باش. برو دختر، عجله کن. زود باش. چی شده؟ چرا از پشتم آمدی؟ نوجین مادر کلان گفت تا آمدن دوستاش امرایش باش. نه خیر، نمیخوایم. برو به قصر. زود باش. حالا گفتم برو. برو. دوستایت به گرفتنت نمیاید. تو میخوایی کجا بری؟ تو به خدایا. زهرا دختر، تو متوجه کارهای خود باش. کوشش نکده کارهای من مداخله کنی، فهمیدی؟ حالا زود از پیشم گم شو. زود باش زهرا. زهرا گفتم گم شو. برو. پیش رویت نمیبینی احمق؟ زهرا داخل برو. گفتم داخل برو، اعصاب من خراب نکو. زهرا گفتم داخل برو. از رفتن منصرف شدی اما تو نیست؟ از هر دویتان معذرت میخوایم. میفهمم آرزوهای شما را نقش بر آب ساختم، اما اگر بخوایم در زندگی یک مقصد یا یک هدف داشته باشم، باز باید دائم اینجا باشم. تو سر ما ریشخندی میکنی؟ نه خیر پدر جان، اگر دنبال آرزوهایم نرم، باز این زندگی به دردم نمیخوره. کجا میری؟ پیش آزاد میرم. پدر جانم، میفهمم که مرا بسیار دوست دارین. از همین خاطر است که نمیخواین از من دور شوین، اما اینجا کسایی هستن که من دوستشان دارم و نمیتونم رهایشان کنم. تو هیچ نمیفهمی که مرا چقدر کمک کردی دخترم. خوب شد که مادرت اجازه داد. میفهمی دجله فعلا در مکتب است و در قصرم همگی از خود کار داره. ازشان نخواستم که همراهم بیاین. من در خدمتتان هستم خاله زمرد. آی دختر مقبولم. در موبایلت زنگ زنگ دانم جواب بتنی؟ چرا قطع کردی یک دانه؟ خب مهم نیست، بعدن برای زنگ میزنم. خب درست است. ها راستی در اونجا یک تکه فروشی است. یک بار اونجا بریم، نظرت چی است؟ بریم. خانم زمرد، بالای نو آورده، کاملا جدید است.
زنده باشین، نمیخوایم. تو دختر محمود هستی همونطورست؟ با پدرت بگو که من کمی کارش دارم. بریم دخترم. میشنوم ملکه. کجاستی آزاد؟ کجا باشم دیگه؟ در شرکت هستم. خیرت باشه، کدام مشکل است؟ نه خیر، من پیشت میایم. چند دقیقه بعد اونجا میرسم. درست است، منتظر هستم، زودتر بیا. مادر خوش آمده. خوش باشی بچه گلم. پایایم دیگه توان را گشتن نداشت. شکر که سونا دخترم همراهم به خریداری آمد. مادر دایی صبح وقت خریداری به خاطر چی؟ خریداری به خاطر چی؟ راستش باندگه کدام دلیل خاص نداره. احتیاجات خانه که خلاصی داره. خواستم کمی تفریح شوه، باز آمدیم خریداری کنیم. ده اینجا چای قهوه پیدا نمیشه بچه؟ البته که پیدا میشه مادر. بفرمایید بشینید. ها حسن، میشه برای ما 2 چای یا 2 گلاس آب بیاری؟ درست، زنده باشی. زلال دخترم، هدیه مادر، بفرمایید. تو چرا تا هنوز به دیدن ما نامدی ها؟ ما بسیار پشت دق شدیم. مادر جان میخواستم بیایم، بعد از آن زنگ زدم گفت ای چند روز مصروف است و کمی دگام اینجا باشم. من از این خاطر نامدم. گوش کو برای چی میگم؟ دورانم متعجب بساز، خودت حرکت کو بیا. آی خدایا، فراموش کردم که یک چیز مهمه بخرم. نه خیر، تو بیشین دخترم. بیزو تو را بسیار خسته ساختیم. دمی دکان نزدیک است، او را اگر زود میایم. درست است؟ استاد ملکه گفته بودن که تو رفتی، همه تو شنیده بودم. میخواستم برم اما منصرف شدم. میخواستم یک بار آزاده ببینم. آزاد فعلا مصروف است، اگه امکان داره پس آنتر بیا. واقعا؟ من همراهش چند دقیقه پیش گپ زدم، گفت منتظر استم بیا. پس حتما بر گفته نتانسته. همراه کسی که قرار است عروسی کنه ملاقات داریم. اما آزاد خدایی باره به من هیچ چیز نگفته. تبریک باشه. زنده باشی دخترم. بله استاد ملکه، من سلیم هستم. استاد سلیم، خیرت باشه انشالله. بعد از مدت ها زنگ زدین. امرای شاگردایم به مکتبتان به خاطر کمک آمدیم. خواستم شما را ببینم. کجاستین؟ چرا خبر ندادین؟ ازتان استقبال میکردیم، یگان آمادگی میگرفتیم. لطفا منتظر باشین، من همیالی میایم. از طرف من با آزاد سلام برسانین. من بدن را خواد دیدم. درست است. گوش کو چی میگم، دیگه وقت نداریم. اگه جای بیادرت میفهمی برا ما بگو. هر کس که به او کمک کده و از او حمایت کده باشه سرش ده بلا رفته. اونا کسی را نمیبخشن. توی رزمه کده بهتر میفهمی. بیبی ما نمیفهمم، باور کو که نمیفهمم. ما باید فعلا با اتاق عملیات برم.
موبایلت جواب بده، زود باش جواب بده سونا. چرا دکان منتظر من بودی دخترم؟ آدم و قسم دهن دروازه استاد میشه بسیار بد است. به خاطر که آزاد پدر بسیار مصروف بود نخواستم مزاحم شوم. ساعت کار رسمی بود. تو به هیچ صورت با آزاد مزاحمت نمی کنی فهمیدی؟ کاملا برعکس. تو رو بسیار زیاد دوست داره، ازت خوشش میآید. علی صبر کن، چی میکنی؟ شاید اونا تو رو ببینن. تو چی میکنی دختر؟ نگه مرا تعقیب کردی. اگه اونا تو رو ببینن باز چی؟ پایین میشه زهرا، پایین میشه. زنده باشی سونا دخترم. یگان وقت به قصر به دیدن ما بیا. هر وقت خواسته باشی مادرت گرفته بیا. درست است؟ تشکر خاله زمرد، انشالله میایی. خداحافظ. حتما صدای تلفن نمیشنوه. برو همراهش رو برو گپ بزن. رفتن نمیتونم زهرا، نمیتونم. اون نمیخوای همراه ما گپ بزنه. بیبی به چی مشکل تا اینجا آمدی؟ شاید بخوای همراهت گپ بزنم. میخوایی من صدایش کنم؟ میخوایی علی؟ یک دقیقه صبر کن. چی گپ است؟ علی هم اینجاست، میخواید تو را ببینم. به شوهرت بگو که از اینجا بره. لطفا همراهش گپ بزن. او هیچ گناهی نداره. او همراه من به زور عروسی کرد. او مثل من قربانی این رسم و رواج است. دازم ما ولی زن و شوهر نیستیم. این گپ هم باید بفهمی. خوش باشین. زیاد دوستتان دارم. پشتتان بسیار تخ شده بودم. با مکتب پس آمدین استاد؟ دیگه از اینجا نمیرین استاد؟ نرین استاد، ما شما را میخواییم لطفا. حالا فقط به دیدن شما آمدیم. در درسایتان اشتراک نمیکنم. برین دیگه، شما بازیتان ادامه بدین. یک دوستم همراه شاگردای خود از استانبول اینجا به دیدن ما آمده. ما موره میبینم. درست است؟ باز میبینم تا. بگو آزاد. خوش کنی برام نگویی که فعلا در میدان هوایی هستی. در میدان هوایی نیستم. میخواستم پیش تو بیایم اما اما چی؟ من خود در شرکت منتظر تو هستم. چرا نامدی؟ از رفتن به استانبول منصرف شدم. همینجا میباشم. واقعا خوشم ساختی ملکه. یعنی این شهر به تو بیشتر نیاز داره. زنده باشی. یکی از دوستان که استاد است از استانبول اینجا به دیدن ما آمده. باید یک بار او را ببینم. به مکتب آمده. بعدا هم دیگر را میبینیم. درست است؟ خوب است. خداحافظ. تشکر به خاطر آمدنت. زهرا، خب فعلا تو میتونی بری مادرت ببینی. باز یک جا به قصر میری. راست میگی؟ زنده باشی، خوش شدم. همین حالا میرم پس میایم. گپ ما گوش کن.
کسی نبینید اگه درد سر جور میشه. برو. درست است، تو تشویش نکن. نباید اینجا می آمدی علی. از ما چی میخوایی؟ از ما روی نگردان لطفاً. عروسی ما و زهرا را به زور کردن. هر دو ما یک قربانی هستیم. ما و زهرا فقط دو انسان هستیم که تقدیر خود تقسیم کردیم. قلب من همیشه فقط تو را خواسته. هرگز به کسی دیگه فکر نکردی. به زور مرا به کسی دادن نمیتونن. خود از من میبردم. اگر قرار میبود از کسی دیگه شوام، خود از من میبردم. به نظرت من زنده هستم؟ ها؟ من زنده هستم؟ ما روز پای منی بلکه تمام زندگیم از دست دادم سونا. با تو یک جا همه چیز از دست دادم. نه خیر علی، تو مرا هرگز از دست ندادی. به هر قیمتی که میشه حاضر هستم در کنارت باشم. مایره قبول کردن نتونستم که تو با یک مایوب عروسی کنی. از امی خاطر فرار کردم. باور کن از امی خاطر نخواستم که هیچ امید باقی بانه. فکر کردن درباره جدایی مرا نابود میسازه، اما نتونستم. خدا لعنتم کنه. اون روزی که من تو را از دست دادم، اون روزه 1000 بار نفرین کردم سونا. کردی؟ چرا از من فرار کردی؟ من به تو میرسیدم علی. چطور دانستی به جای من تصمیم بگیری؟ حاضر بودم تمام عمر من فدایت کنم. عمرت خونی محتاج 5 دقیقه دیدارت هستم. از ترس رفتنت میخوایم چشمای من بسته کنم. خواهش میکنم چند دقیقه دیگه هم همراهیم باش. سلام استاد ملک. خوش آمدین استاد سلیم. خوش باشه. شما را که دیدم بهتر شدم. شما را معرفی میکنم. استاد یوسف از استادای مکتب. خوش شدم. من خوش شدم. استاد ملک هم یکی از دوستای دوره دانشگاه من است. واقعا بسیار عالی است. از برکتتان شاگرد آرام هستند. از روزی که شنیدن شما میایین با بسیار هیجان منتظر شما بودن. در این شهر شاگردای زیاده به خاطر فقر نمیتونن به درسای خود ادامه بدن. کاری که شما کردین از لحاظ مادی و معنوی بسیار ارزش داره. خداوند از همتون راضی باشه. خداوند از شما هم راضی باشه. شاگردا
هر وقت به کمک نیاز داشته باشند. استاد مثل شما امرایشان از خوشبخت هستند. استغفرالله. ما وظیفه خود انجام میدم، اما گپایی که گفتین به خودتان سکوت میکنم. امیدوار هستم شاگردایتان متوجه باشند که به مثل شما یک استاد دلسوز دارند. تشکر میکنیم. زنده باشین. بفرمایید داخل بیایید. استاد داخل بریم. دوستا شما ادامه بدین. مادر، ما پشت خواهرم بسیار دق شدیم. چی وقت به دیدنش میریم؟ ما را اجازه میتن ببینیمش؟ ما بسیار پشتش دق شدیم دخترم، اما به ما اجازه نمیتن که ببینیمش. چی کنیم دیگه؟ در این صورت تو پیش ما بیایه. مام، بهش رسومیای من نشان میتم. بسیار خوشش خواهد آمد. من میبینم. خواهر دختره برگه تو دفتن از کجا پیدا شدی ها؟ چطور برات اجازه دادن که بیایی؟ علی روانم کرد. با هم به چکر زدن برآمده بودیم. همراه علی کجا رفته؟ به تو چی؟ هر جایی که خواسته باشن رفتن دیگه. تو در آشپزخانه کارت انجام بده. خواهر ببین ما کشتی رسم میکردیم. بسیار مقبول کشیدی خواهر جان. استاده از خاطر ما به استانبول میره مادر. برای همیشه میخواه بره؟ اما ما همراهش خداحافظی کرد. بله. چطور هستین خانم گلسوم؟ زهرا همراه خداحافظی میکنه؟ زهرا پیش شما است؟ نه خیر موبایل برش ندین. من یک برنامه بهتر دارم خانم.